اکای حاجی مرزا در کدام حالت جین در داخل آدمیزاد داخل می شود؟ این ما با یک بار دیگر هم گفته بودیم که جین در داخل انسان زمان می درآید، گفتیم یا در حالت ترس باشد، یعنی انسان وقتی که یک سخت می ترسد همون حالت در جین ها یعنی خودشان در داخل انسان جا کرده می توانند. یعنی وقتی که اگر جین در داخل انسان که در آمد حتمی این انسان بیمار می کند. یا در حالت شهوت که اگر خیلی شهوت انسان بلند شود در حالتهای همون خانداری که بازن می کند، همون حالت هم جین در وجود آدم داخل می شود. یا گفتیم وقتی که شما در بسترهایی که خواب میکنید شما عریان خواب نکنید، یعنی برای خودتان یک لباس در بدن داشته باشین. این بهتر است که شما در جایگاه خوابتانم یعنی با لباس هایی که سبک هستند و لباس هایی که شب خواب کنک داره ما و شما، اگر با این لباس ها هم اگر در همون بستر خواب ما خواب کنیم انشاءالله این نیک است. و پیش از خواب حتمی برای هر کدام ما و شما وظیفه این است که آیت الکرسی، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله اگر خوانیم و در دست هامان بدمیم و در تمام بدنمان اگر مالیم انشاءالله دیگر جین نزدیک ما و شما آمدن نمی تواند. اینا در حالت نشستن میشینیم در جاگه با پای طهارت این آیت های، این سوره ها، این آیت هایی که گفتم اینها را میخوانین، در بدنتان میمالین، انشاءالله دیگر جین در وجود شما داخل نمیشود. یا جین در حالت گناه هم در آدم داخل میشود. میگه صاحب کتاب اگر وقتی آدم مرتکب یک گناه میشود، چی در حالت زنا باشد، چی در حالت عرق نوشی باشد، چی در حالتهایی که اگر نمازخوان باشد و نماز قصداً ترک کند، یعنی حالتهای گناه دهند، جین میتواند که در وجود انسان داخل شود. از این خاطر همین مرحله هایی که همین صورت هایی که بیان کردم اگر در همین حالت ها شما پیشگیری کنید انشاءالله جین در وجود شما داخل شدن میتواند. السلام علیکم استاد شیرین سخن. سوال: آیا پسر میتواند پدر خود را عاید شریعت سخن گوید در آن وقتی که پدر کار غیر شریعت را انجام میدهد و من بر خلاف کار غیر شریعت پدر خود را از شریعت سخن میگویم؟ آیا من در این عملم گناهگار نمی باشم در نزد خدا حال آنکه من از شریعت برخوردار هستم؟ البته فرزند می تواند که پدر یا مادری که اگر از شریعت بیرون باشند، یعنی چی به نماز باشند، چی در حالت مینوشی باشند، چی در حالت زناکاری باشند، یا چی در حالتهای یعنی یک گناه مبتلا هستند، فرزند اگر فرزندی سالم و صالح و خدا ترس باشد حق دارد که پدر و مادر گوید که ای پدر ای مادر، من میدانم که منزلت تو خیلی بالاست، من میدانم که الله هر یک فرزند سفارش دادگی هست و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن. اینا من میدانم که الله سفارش دادگی است که هر یک فرزند باید که با پدر و مادرش خیلی معامله خوب داشته باشد، پدر و مادرش احترام کند، پدر و مادر باید که از فرزندها راضی باشند. اینا من میدانم، لیکن این عملی که تو انجام داده ایستاده ای این عاقبتش خاری است، این عاقبتش عذاب است، پدر از این راحت بگرد. اگر با این طریق معامله با پدر کند این در گناهگار نمی شود. یعنی فقط با غیر دغلانه، یعنی ما نمی توانیم که بالای پدر و مادر اگرچه در راه گناه هم که باشد اونها را سیاست کنیم، اونها را مثال سخنهای قبیح گوییم، این در حق نداریم. یعنی با طریقی خیلی نرم و ملایم، یا می توانیم که اگر یگان رفیق عالم داشته باشیم
یگان رفیقی که از خدا و پیغمبر آگاه باشد، اونا برده پدر و مادر مانه، اگر اونها نصیحت کنند با این راه ها باز بهتر است. محترم اکای حاجی میرزا، من یکی از مخلصان شما می باشم. برادری دارم که او مادرزاد گنگ است، میخواهم او را عائله دار کنم. در باب نکاح آدمان گنگ روشنی می انداختید، یعنی که آنها را چی طور نکاح میکنند؟ التماس فوراً جواب گویید. ما از شهر دوشنبه برای شنیدن امر معروف شما آمدیم و میخواهیم که از شما یک دعای نیک بگیریم. با احترام مخلص شما سعدی. یعنی آدمانی که گنگ هستند، آنها را نکاحشان با طریق اشاره می شود و با طریق خطی می شود. اگر با طریق اشاره فهمد که وی در معرکه نکاح اشتراک دارد و او را اشاره کنیم، او مثال با سرش اشاره کند قبول کردم گفته، این ده هم نکاح گنگ با گنگ درست می شود. یعنی از طرف همون گنگ اگر اشاره انجام یابد صحیح می شود. یا با طریق خط پیشنهاد میکنیم که همین دخترم میخواهی نمیخواهی گفته، و اگر نویسد که میخواهم الک خودش چی است همون قبول است. السلام علیکم داملای محترم، سوالها از دوشنبه، التماس همین جمعه جواب دهید، ضرور است اگر امکانیت باشد. از قفای شخصی که ریشی او با تیغ تراشیدگی هست نماز خواندن درست است یا نه؟ مکروه میگویم. در تمام مسائل فقهی از پشت امامی که ریش ندارد نماز خواندن مکروه میگویم. از قفای شخصی که ریشدار باشد و قرائت نداشته باشد نماز خواندن جایز است. در مسجدی که امام دائمی نداشته باشد، با احترام گروه تاجران کاروان، یعنی اگر ریشدار باشد و قرائت نداشته باشد، از پس این گونه امام نماز قاری فاسد است. یعنی کسی که اگر همان قرائت امامی ریشدار میفهمد که غلط خوانده ایستاده است، نادرست خوانده ایستاده است، انا برای همون عالم هایی که میفهمند برای آنها نمازشان درست نمی شود. لیکن برای کسی که از قرائت او سهو و غلطی او را جدا کردن نمیتواند، یعنی گویم از اون در علمش پستر است، برای اونها نمازشان درست می شود. یعنی نماز عامی به عامی درست می شود، نماز آدم جاهل به جاهل درست می شود، فقط نماز آدم جاهل به عالم درست نمی شود. یعنی عالم از پس جاهل اگر نماز خواند نمازش درست نمی شود. سلام برادر مهربانم حاجی میرزا، من از شهر دوشنبه مخلص شما. یک برادر نماز میخواند، فرض را میخواند و سنت را نمیخواند. سوال دادیم برای چی سنت را نمیخوانی؟ جواب داد که در جای سنت قضای گذشته را میخوانم. درست است یا نه؟ نه، درست نیست. این سنت ها سنت های هدا، سنت های تاکید شده پیغمبرند. این 5 وقت سنتی که ما در یک روز میخوانیم، اگر کسی این قصداً ترک میکند در نزد پروردگار گناهگار میشود. قضایش جدا خواندن گیرد، سنت هم میخوانی، قضایی را میخوانی. این معنی را ندارد که ما قضا را خواندیم و سنت ترک کنیم. در ترک کردن سنت الک انسان گناهگار میشود. بی سامانی این مبلغ ناچیز هم که باشد در آبادانی مسجد صرف کنید. نامم را در بین آدم ها نگیرید و اعلان نیز نکنید تا که ثوابش بر من رسد. با احترام خواهر اسلامی شما. مکتوب نویساندن و 20 سامانی هم برای آبادی مسجد روان کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نفر خواهر اسلامی شما با سببهای معلوم نام و نسب و نام دهه‌ام را نمی نویسم. از درگاه خداوند صحت شما را خواهانم. خداوند علم شما را زیاده بگرداند. من دوزنده هستم، هرچند کار میکنم برکت ندارد. میگویند که با دست چپ که کار میکنی از این سبب است.
یا راه کارت بستگی است، در حق ما دعا کنید. یعنی هیچ وقت این سبب نمی شود که انسان وقتی با دست چپ اگر کار کند کار او بی فیض باشد، بی برار باشد. این غلط است. فقط حبیب خدا همه کار با دست راست سر کردن در امر کردگی هستند. لیکن انسان وقتی که اگر آموخته شود با دست چپ، اینا باید در خوردیش همون پدر و مادر وقتی که نگاه میکند که فرزند با دست چپ خوراک میخورد، با دست چپ همه معامله هاش میکند، همون زمان باید که باز میداشتد. وقتی وای الله که به سن سالی خیلی کلان رسید، وای دیگر دستی و آموخت شد، دیگر وای گردانیدن از این کار خیلی مشکل است. اگر تواند خوش به حالش، و الا نتواند این معنای را ندارد که با دست چپ کار کردن کار انسان بی فیض و بی برار باشد و کار او بستگی باشد. کار هیچ کس بسته نمیتواند. ولی بسیاری بچه ها مراجعت میکنند همین کار من بستگی هست. کار شما را هیچ کس بسته نمیتواند. هر یک مشکلاتی که در کار شما می آید شما به سوی پروردگار مراجعت کنید، انشاءالله همه کار شما را خداوند کشایش میدهد. هر یک مشکلاتی که می آید، هر یک تجارتی که داری بی‌برار است، در بالای جای نماز دعا کن، انشاءالله همه کارهای تو با برار می شود. زنی که اسلامی باشد، قرآن خوان، سطردار، 2 تا فرزند دارد، شوهرش در اسلام نباشد، او را نگاه و بین نکند، زن از او طلاق طلب کند، این زن نیز گناهکار است، روی جنت را نمی بیند یا برعکس. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. پیغمبر خدا میگوید کدام زنی که اگر بی اساس، بی سبب یک شوهر نمازخوان دارد، یک شوهر خدا ترس دارد، یک شوهر اصلاح شده دارد، لیکن زن بازم این قدر کردارهای خوب شوهرش ناز میکند یا فخر میکند یا تکبری میکند و از این گونه شوهر طلاق را طلب میکند، این حالت در جنت بر این گونه زن حرام گفتن حبیب خدا. لیکن وقتی که شوهری که اگر خیلی کردارهای ناخوب دارد، عملهای نادرست دارد، زن از حساب عملهای ناجایز او خیلی دلمانده می شود، اگر از او طلاق طلب کند، این حالت در این زن گناهکار نمی شود. بسیار خوب می شود که اولا این زن این طلاقی که طلب می کند برای جدایی نباشد، فقط برای ترسانیدن باشد. بترساند که من با این گونه شوهر حیات بردن نمی خواهم، می خواهی مثل من نمازخوان باش، مثل من در پهلوی من چگونه ای که من تربیت فرزند میکنم، چگونه ای که من هم غم خانه و غم اسلام میخورم، تو هم باید مثل من باشی گفته. و الا اگر همین شرط ها را قبول نمیکنی، من با تو زندگی نمیکنم گفته. اگر با راه های ترسانیدن باشد، این بهتر است. و الا از طلاق کردن او هیچ نیکی در حیات این زنی که با صاحب فرزند است پیدا نمی شود. خیلی از طلاق کردن ما و شما اجتناب کنیم، هیچ وقت طلاق کردن هم دوست نداریم، فقط با این راه های ترس اگر پیشنهاد کنیم تا که زندگی خوب شود، تا که این مرد اصلاح شود، این حالت خیلی خوب است. اگر زن در خانه تنها باشد، بی سطر قرآن را بخواند، آیا گناهکار می شود یا نه؟ خداوند در سوره احزاب خبر می دهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن اتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظیم. خداوند میگوید هیچ گناهی نیست بر زنها اگر در نزد پدرهاشان، اگر در نزد فرزندهاشان، اگر در نزد برادرهاشان، اگر در نزد فرزندهای برادرهاشان،
اگر در نزد فرزندهای خواهرهاشان، اگر در نزد زنهایی که همسایش باشد، یا اینکه زنهای مسلمانی که در اون خانه پیشی و آمدگی هستند، این حالت اگر زن به سترم که باشد گناهگار نمی شود. در حالت در خانه، یعنی به ستر، مثل که موی سری او می تابد یا گردن او می تابد یا دست او می تابد، در خانه در پیش پدر، مادر، برادر، فرزندای او، الله در سوره احزاب آیت 55 میگوید که گناهی نیست در خانه. یعنی ستر میتواند زنهای ما وقتی از خانه که بیرون شد، انا در کوچه برای زنها ستر کردن فرض است که چشم مردم بیگانه با این زن نرسد. لیکن در نزد پدر و مادر و اولاد و اجدادی که در خانه دارد، نزد اینها اگر این ستری هم که کند گناهی نیست، میگوید پروردگار. چند نفر را نمازخوان کردم لیکن باز نماز را ترک کردند، من گناهگارم یا آنها؟ البته آنها گناهگار هستند. یعنی شما وقتی کسی را نمازخوان میکنید و بعدا آنها باز نماز را ترک میکنند، شما در این نمازی که آنها را وادار کردین خواندن شما ثواب میگیرید، لیکن آنها دویم باره وقتی که ترک ساختن خودشان گناهگار هستند، شما گناهگار نیستین. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، خواهش میکنم با من دو کلمه را معنا و مفهومش را فهمانید. من معلم هستم. این کلمه ها این است: یکم مفلیس کیست؟ دوم خرافات چی معنی دارد؟ این برادر دو کلمه را از ما میپرسد که یکی کلمه مفلیس چی معنا دارد و دوم خرافات چی معنا دارد، مفهومش. مفلیس و خرافات هر دو کلمه عربی هستند. مفلیس کسی قشاق است، فقیر است، بینوا است، هیچ چیز ندارد، او را مفلیس میگویند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیثی را روایت میکند که پیغمبر خدا گفته بوده است: اتدرون من المفلس؟ به طرف صحابه ها پیغمبر خدا گفته بوده است: آیا میدانید که مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. صحابه ها چی گفتن؟ بله گفتن میدانیم. مفلس کسی هست که درهم ندارد، یعنی پول ندارد، متاع ندارد، یعنی از مال دنیا چیزی ندارد. حبیب خدا چی گفتن؟ این من امتی، این المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفتن نه، گفتن نیافتید. مفلس این است، گفتن از امتی من که روز قیامت آدمی نمازخوان است، آدمی روزدار است، آدمی زکات میدادگی هست، آدمی 5 وقته نماز در جماعت میخواندگی است، می آید و یأتی قد شتم هذا. این آدم گفتن میارن، این آدمی که نمازخوان بود، روزگیر بود، زکات دهنده بود، راستش میکنن. این زمان یک آدمی می آید نزد الله مراجعت میکرد است: پروردگارا قد شتم هذا، انا همین نماز، همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات میداد، در دنیا مرا دشنام دادگی بود. شکایت میکند. و اکل مال هذا، شکایت میکند، بیراه میشود. دیگر شخص میآید: الله، انا همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات دهنده است، انا همین در دنیا مالی مرا خوردگی بود. بیراه می شود. دیگرش می آید: و سفک دم هذا، ای الله،
همین انسانی که نماز خواند، زکات داد، روزه گرفت، در دنیا خون مرا همین ریزاندگی بود، این هم بیراه می شود. فیعطا هذا من حسنات و هذا من حسنات. پروردگار چی حکم میکند؟ این آدمانی که شکایت آمدن باید که شکایت اینها برآورده شود. الله از این آدم نمازخوان حسنات چه میگیرد؟ نیکی ها را میگیرد، به مقدار اون انسانایی که شکایت کرده بود حسنات میدهد. فإن فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه. الله پیغمبر خدا میگوید پیش از آنه که پروردگار حکم کند که این انسان نمازخوان و روزگیر و زکات دهنده دوزخی است یا بهشتی، الک حسناتش تمام بشود. حسنات چه الک مردمی که در دنیا از دست این آزار دیدگی بود همش گرفتند، تمام شد. فطرح فی النار. الله نظر میکند چیزی از ثواب نیست. چی میگوید؟ فطرح فی النار، او را برداشته دوزخ ده پرتایید. رسول اکرم گفت انا مفلس، انا این مفلس است. گفت این چیزی ندارد از ثواب. یعنی در دنیا مفلس ما تحلیل میکنیم شخصی که مال ندارد و چیزی از اشیاء زندگی ندارد، لیکن در قیامت مفلس کسی هست که ثواب ندارد. این مفلس قیامت است. خرافات چیست؟ خرافات هم کلمه عربی است. خرافات اصلا یعنی گویم سخنهای بیهوده، یا اینکه گویم سخنهای بی اساس، مفهومی بی اساسی را دارد. مثل چی؟ مثل الحال ما میبینیم در بعض خانه ها وقتی که چای ریخته میشه خرافات تماشا کنیم، ولی در ما و شما یک شرکیات، یک خرافات به نهایت ترقی کردگی است که در باب شرکیاتش خیلی من به شما صحبت ها داشتم که کدام عملها شرک هستند. شرک باز از خرافات فرق میکند. همون خارهایی که کشال میکنند، نعلهایی که دروازه ها ده میزنند، تاجرهایی که در دکانها دوشنبه میرین اکثر دکانهاش همش خار دارند، خارهای کلان کلان. یا دکانها ده دور میگردین در اکثر دکانها قلنفرها کشال کردگی هستند. اینا شرک هستند، اینا شرک به الله هستند. اینا ده شما ثواب نمیگیرین، اینها ده دکان شما پرفیض نمی شود، اینا ده سودای شما کشاده نمی شود، بلکه شما در این حالت ها باور کنین اگر خدا در تقدیر شما دولت کشیدگی باشد، با این عملهای شرکیانه حتی دولت از دست می رود. در این کار شما الله ناراحت می شود، زیرا شما شرکی به الله کرده ایستاده اید. و تو را پول می فارد، تو را سودا می فارد، به سوی پروردگار مراجعت کن. خدای بگو من دولت میخوام، من سودا کشایشی سودا میخوام، انشاءالله الله همش برآورده میکند. از اون خار و از اون نعل و از اون قلنفرهایی که کشال کردن چی فایده است؟ اونا شرک هستند. لیکن خرافات چی است؟ شما نظر کرده باشین در خانه ها وقتی چای میریزن، من خودم دیدم چای میریزن، بالای چای ده خف میبراید، همون خف ها را حتی به انگشتاشون میگیرن، بالای سرشون ده میمالن، میگوید انامین همش دولت است. این خرافات است، این عادی است، کاری عادی است، لیکن عقیده شما ده زلال دارد، عقیده شما ده زلال دارد. شما دیگر حلاوت ایمان چشیده نمیتونید. یا در داخل چای یک شمع است، دیدین حرکت دارد، در حال زنها و فرزندای ما و شما که مادرهاشون تعلیم میکند، الکی میگن همین مهمان است، اگر خواهد و یا زیر کرپچه میگذارد یعنی میآید، اگر نخواهد همون شمع را به دستش میده میده میکند گویا مهمان نمی آمده باشد. اینم خرافات است. اینا باور کنین خنده نیستند، اینا را باید ما تعلیم دهیم. وقتی زن ما، خواهر ما، دختر ما همین عمل که انجام داد، گوییم که تو صد نامعقول کردی، تو با این عملت الکی فرزند ما را زهرآلود کردی، فرزند ما را الکی این بیماری نادرستی خطا گذرانیدی. یا نکاح را تماشا کنین،
ما و شما نکاح میریم، بسیاری ملاها در نکاح ها اشتراک میکنیم، وقتی نکاح کردند میگن دستاتون همه در بالای رانهاتون گذارید، یعنی دستاتون با یکدیگر بسته نباشد که نکاح این چی میشود، بخت این سیاه میشه. این هم دروغ است، این هم خرافات است، این هم نادرست است. یا اینکه در حالت نکاح در پشت همون شه سوزن میزنند، این هم خرافات است. یا با توفلی ها، چی جوان دخترها و چی بچه ها با توفلی هاشون رفته در بالای کرپچه می نشینند، این هم خرافات است، این هم گناهگار می شوید. یا ما و شما ماه سفر میگیم، تیزی ماه سفر است، این هم خرافات است. در اسلام ماه سفر نیست. حدیثی صراحتا حدیث آمدگی است. در روزهای توی مردم تیزی نمیتن، یعنی وقتی شوربا میارن، خوراک میارن، میگه یکان قلنفر بیار، میگه ممکن نیست. این هم از خرافات است. یعنی یک سخنهای خرافات معناش چی بود است؟ سخنهای بی اساس ندارند، اساسهای علمی ندارند. امروز در بین اکثریت مردم ما همین خرافات ها چی هستند؟ خرافات ها خیلی خیلی عالی رفته ایستادن. اینا را باید ما و شما مبارزه بریم. من انشاءالله باوری دارم این جوانایی که شنیدن اونا عملیش میگردانند. شنیدن دیگر است، عمل کردنش دیگر است. شما را عملی بگردانید. یا در شب خانه یک همسایت برو، خود جرغات است، خود دوغ است، خود شیر است، نمیدهد. الان که پروردگار چی فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون و یمنعون الماعون. یمنعون الماعون تحلیل همین را خوانید. پروردگار میگوید ویل برای آن انسان، انا همون چای پر عذاب برای همون زن و مردی هست که ماعونه را من میکند. و یمنعون الماعون چی از آب، نمک، آتش، گوگیر، شیر، بیل، هر یک اینا در ماعونه می درآید که در اینا بای و کم بغل محتاج هستند. یک بار شیر آوردن از خانه یک همسایه، در داخلش چند دانه گوگرچوی دیگه پرتافتگی بود. اینا همش خرافات هستند. اینا دا بسیار احتیاط کنید. اینا اگرچه عادی میتوالد، عادی میتابد، لیکن حسنات شما را میخرد، نابود میکند. عقیده اسلامی ما را دور میکند. انا معنای خرافات سخن بی اساس، معنای مفلیس انسانی که در دنیا باشد مال ندارد، در آخرت حسنات ندارد، این را میگن مفلیس. السلام علیکم داملای عزیز. من امام 5 وقته بودم. مرا قومم تهمت کردن که من در دکانم عرق می فروشم و در جای من دیگر شخص را امام گذاشتند. آیا من چی کار کنم؟ اگر امامی که عرق فروش باشد، اگر امامی که در امرهای پروردگارش بے پروا باشد، این گونه امام ارزنده محراب نیست. لیکن اگر مبادایی که این برادر میگوید مرا تهمت کردند، من چیکار کنم؟ بهترین صورتش همین است که مثل همون آدمای قطاری آمده نماز نخوان. وقتی در یک قومی که تو را تهمت میکنند، تو را سرزنش میکنند، تو را بی قدر میکنند، الله که دیگر وقتی تو امام میشوی و نماز میخوانی، در بین مردم الله که شک و شبهه پیدا میشود. از این خاطر بهترین صورتش همین است که کسی را که همون قوم که خود اختیار کردن بگذار وای نماز مردم خواندن گیرد، تو همچون یک آدم عادی، همچون یک نمازگزار از پس او نماز خواندن بگیر. این بهترین صورتش همین است. خواهی نخواهی. البته در دوستان خدا را، حال یک برادر دیگرم اون سوال در خانه باقی مانده است که خیلی آزارها دادن همون قوم، بس به واسطه چی؟ به واسطه که یک چند مسئله های فقهی را گفته بوده است که خیلی حقیقت دارد و
همه اینا را پر را در من نویساندگی هست، لیکن به سبب که یک چند نفر دیگر در همون بین قوم بودند، دیگر تهمت ها را در پای این بیچاره پیچانیدند و او را از مسجد پیش کردند. یعنی این گونه آزارها البته وجود دارد. باید انسان مسلمان هیچ وقت روح افتاده نشود. یعنی وقتی که ما و شما اگر حق میگوییم، حق رفتار میکنیم و بعد این ملامت و عذابهای را که میکشیم، در این باید ما و شما روح افتاده نشویم، دل شکسته نشویم. زیرا که خواهی نخواهی این ملامت و این عذاب بر سر هر یک دوست های خدا وجود داشت. حضرت مولوی جنین میگوید محبان خورده صد سنگی ملامت، محبان خورده صد سنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت؟ تو سالک، تو انسان کی سلامت میمانی وقتی دوست های خدا چی سنگ ها خوردند، چی تهمت ها دیدند، چی عذاب ها را کشیدند. دوره های حضرت قصه یادم آمد، بسیار عذاب کشیدگی بود از یک دوست خدا، لیکن چی صبرهای کرده بودند. میدانستند که این الله مع صابرین است، خدا همراه صابرین است. دوره های خلافت حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود. خیلی با دقت گوش کنید و فهمید که دوستان خدا چه عذابها کشیدند، لیکن در عذابها پرطاقت بودند. دوره های حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود که از طرف امپراتور روم، که اون زمانها دو تا امپریا خیلی با قوت بود، یکی امپریا فارس ها و یکی امپریا روم. امپریا روم با سرداری هرقل بود، یعنی گرقل ما و شما میگوییم. همون هرقل امپراتور بود، سردار بود، پادشاه بود. هر روز تهدید میکرد که هجوم بالای مسلمان ها میکنم. به نهایت حضرت عمر لشکری زیاد کشید و برای نابود کردن این طاغوت، این مشرک، عسکر خود روان کرد. وقتی اینها در جنگ آماده شدند، این زمان یکی از صحابه های جلیل القدر عبدالله ابن جزافه اسیر هرقل شد، اسیر افتاد. وقتی عبدالله را پیش گرقل بردن، گرقل نظر کرد و گفت عبدالله از دین محمدی پس گرد. اگر گفت تو دین نصرانی را قبول کنی و از دین محمدی پس گردی، نصف دولتم را برای تو تسلیم میکنم. عبدالله که در وجود او لذت ایمان جوش میزد، چقدر الله و پیغمبر که دوست میداشت. اگر ما و شما پدرای عزیز الله و رسول او را از همه آن چیزی که داریم دوست نداریم، حلاوت ایمان چشیده نمیتوانیم. ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. پیغمبر خدا گفتند اگر در شما ای مردم مسلمان تا سه چیز اگر نباشد، شما حلاوت ایمان، لذت ایمان نمیچشید، حس نمیکنید. ای یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکمش همین است که از پدرت، از مادرت، از فرزندها، چه دخترها و چه بچه‌ها، از رفیقها و پول و مالت، اگر پروردگار و پیغمبر او را پیشتر دوست نداری، زیادتر دوست نداری، تو حلاوت ایمان چشیده نمیتوانی. عبدالله تمام وجودش محبت الله و پیغمبر جوش میزد. وقتی هرقل این پیشنهاد کرد، و چی میدانست که حلاوت ایمان چیست؟ هرقل چی میدانست دین محمدی چی دین است؟ چی میدانست اسلام چی است؟ گفتی حضرت جلال الدین رومی اندرون چوب گوید کرم چوب،
در کجا باشد چنین حلوای خوب. این کرم چوب که همون شیره درخت میخورد، از قند و عسلی بیرون که درک نداشت، فکر میکرد بجز همون شربت درخت دیگر هیچ چیز لذیذتر نیست. این گیرکل هم مشرک کی بود، کافر کی بود، چی میدانست که دین محمدی چی لذت دارد، اسلام چی لذت دارد، از این درک نداشت. گفت دین نصرانی را قبول کن، نصف امین دولت روم برای تو تسلیم میکنم. عبدالله گفتن، ای گیرکل گفتن، به عظمتی پروردگارم قسم گفتن، اگر کل دولت روم با تمام اشیایی که دارد، با این پادشاهی که تو داری، اگر بر من دهی، من دین محمدی را عوض نمی کنم، هیچگاه از دین اسلام رخ نمی گردانم. جان و مادرم فدای محمد دین او باد. وقتی این صحبت گیرکل از زبان عبدالله که شنید، گفت برای تو چنان عذاب میکنم که خیلی درمند میشوی. گفت هرچی عذاب میکنی، انا همین جسدی که در قبر آینده میپوسد، فقط همین جسدی مرا عذاب داده میتانی، بر روح من تو کاردار شدن میتانی. گیرکل دید بسیار جسور است، در حال امر کرد و گفت از پا و دستهاش میخ کنید و در بین مردم در بالای چوب بردارید تا که مردم با نیزه و با سنگ او را عذاب کنند. وقتی میگوید گیرکل در بالای چوب خوابانیدن، در دستها و پایهای او وقتی میخ میچوکیدن، میخه که وقتی میزدن، حضرت عبدالله چی میگفت؟ لا اله الا الله. یگانه کلمه ای که از زبان حضرت عبدالله میبرامد انا همین کلمه بود، لا اله الا الله. دیگر هیچی صدا نمیداد. امروز ما را یک تهمت میکنن، یک حسد میبرند، یک بخیلی میکنن، یک دشنام میدهند، با این ما و شما آزرده میشیم، با این ما و شما رو هفتاده میشیم. حضرت میخچوب کردند، وقتی میگه بلندش کردند در بین تمام مردم روم، نوبت به نوبت آمدگی آدم نیزه قطی میزد، سنگ قطی میزد. این تا یک روز میگد عذابش همین بود. وقتی گیرکل میگد نزدیک آمد که میشنود کنی عبدالله از دین محمدی میگردد یا نه، نظر کرد. گیرکل وقتی دید آواز شباز بلند کرد، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. فقط این سخن بود. گیرکل در حال امر کرد پایانش کنین، گفت پایان بیارینش. وقتی پایان آوردن امر کرد یک دیگ کلان بیارین، عذاب ببینین. یک دیگ کلان را بیارین، در همین دیگ آب ریزین. چنان میگوید صاحب تاریخ میگوید چنان آب ریختند، چنان آتش ماندن که قریب که همون دیگ از حرارت گرمی خود آب میشد. عبدالله را راست کرد، گفت از دین محمدی پس میگردی یا نمیگردی؟ و ایلا نگردی، گفت انا همین دیگ دا، گفت الحال پرتافته میشوی. عبدالله میگوید وقتی این دیگ دید، خود میگوید قدم زنان به پیش دیگ رفت، خود قدم زنان به پیش دیگ رفت. امروز ما از تهمت میگریزیم، امروز نمیخواهیم که اگه بلای به سر ما و شما بیاید. حضرت خود به پیش دیگ رفتند و گریه کردند. وقتی گیرکل میگوید دید که حضرت عبدالله گریه دارد، خنده کرد. گفت از مرگ ترسیدی؟ گفت نه. گفت قسم، گفت با آن خدایی که جان محمد در دست اوست، گریه من برای این است که پروردگار مرا یک جان داده است. کاش که مرا 100 جان میداد و این گونه عذاب میکشیدم، الحال من نزد پروردگار میرفتم. این سخن عبدالله بود. وقتی گیرکل این سخن میگه شنید، باز یک بار رو هفتاده شد. گفت این مردی هست که بسیار مردی صادق است. از پیش دیگ پس گردان و گفت به یک غرفه تنها برینش. وقتی غرفه تنها بردن، یک زنی فساد فاسقه رقاصه را میگد گرفت آورد و گفت در پیش وی میروی، چنان رقص میکنی، تمام بدن خود عریان میکنی، کاری میکنی که وی شیفته ای خودت میکنی. میگد وقتی این رقاصه پیش ای در آمد،
با تمام همون لباس هایی که امروز بعضی از مردم ما و شما میپوشند، از این در بدترش میگه پوشید و در پیش عبدالله میگه خودش زینت دادن میگرفت، تاب میخورد، هر گونه فتنه ها را در پیش او میکرد. عبدالله باشد میگه در بالای جای نماز میخواند. فقط کلمش چی بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله الله، از این سخن باز نمیگشت. از بین میگوید یک روز گذشت، گرکل فریاد زد رقاصه را بیارین. گفت با همراه عبدالله. گفت چی خدمت کردی؟ گفت تو مرا پیش انسان روان کردی یا پیش یک سنگ روان کردی؟ هر چی گفت مهنت کردم، به خدا قسم گو از نمازش بیرون نمیشد، فقط لا اله الا الله کلمه داشت خلاص. عاقبت باز گرکل یک نقشه آخر کشید. نقشه آخرش همین بود که گفت 3 روز عبدالله را گرسنه مانید. 3 روز در پیش فقط شراب و در پیش در یک ظرف گوشت خوب ارده گذارید. 3 روز حضرت عبدالله میگوید این عذاب کشیدند، فقط رو به عبادت، رو به سوی الله ذکر میکردند. 3 روز بعد میآیند میبینن همون طعام، میبینن همون شراب مثل خود استادگی هست. گرکل فهمید که عبدالله بازگشت ندارد. آخران پیشنهاد کرد. ای عبدالله، گفت پیشنهاد میکنم اگر بجا بیاری گفت خلاص میشوی، اگر نیاری گفت این را هلاکت میکنم. سری مرا گفت بوسه میکنی، سری مرا بوسه میکنی. گفت من ترا خلاص میکنم. گفت البته مشرک بود، گرکل مشرک بود. الله در قرآن مشرک ها را نجس گفتگی است. حضرت عبدالله میگوید وقتی قدم به سوی بوسه زدن میکرد قبول کرد. فقط چی گفت؟ گفت ای گرکل، گفت من سری ترا بوسه میکنم زمانی که اگر تمام اسیران مسلمانی که در دستی تو هست همراه من اگر خلاص کنی. گرکل قبول کرد. میگوید حضرت عبدالله به سوی پروردگار مناجات کرد که الله گفت قسم به عظمتیت که من از ترس و از برای عذاب سر این مشرک این نجس بوسه نمیکنم. من فقط به خاطر همین مسلمان هایی که امروز اسیر هستند و عذاب دارم به خاطر اینها گفت سر این نجس گفت من بوسه میکنم. و روز قیامت اگر از من پرسی هم ای عبدالله چرا این مشرک سرش بوسه کردی، من میگویم که به خاطر همین مسلمان ها کردم. میگوید آمد صاحب کتاب میگوید چنان بوسه کرد که حتی گرکل حس نکرد که لب عبدالله به بالای سر او رسید یا نرسید. این گونه بوسه را انجام داد و میگوید تمام اسیرها را گرکل در اختیار عبدالله داد و رهاشون کرد. وقتی عبدالله میگوید به مدینه آمد به نزد حضرت عمر، این واقعه را همشه پره به حضرت عمر حکایه کرد. حضرت عمر از جای خود خیست و گفت به تمام مسلمان ها گفت امروز واجب است که سر عبدالله را بوسه کنند. چگونه ای که عبدالله سر این یک نجس بوسه کرد به خاطر مسلمان ها، همه شما را گفت واجب است که سر عبدالله را بوسه کنید. و اولین نفری که گفت بوسه میکند این عمر ابن الخطاب است. حضرت عمر خود میگوید پایان شدن بوسه کردند و تمام آن مسلمان ها هم سر حضرت عبدالله را بوسه کردند. بین این قدر عذاب ها را حضرت ها کشیدند لیکن تسلیم نشدند، لیکن از کلمه لا اله الا الله محمد و رسول الله پس نگشتند. یا قصه حضرت بلال برای همه شما مشهور است. وقتی که امیه ابن خلف این بدبخت وقتی حضرت بلال که به پشت میخوابانید، شما صحراهای مکه را تصور کنید. در همین بیرونه که ما و شما حرارت خیلی پست است، طاقت کردن میتوانیم. در مسجدی که کم گرمی دارد طاقت کردن میتوانیم. حضرت بلال کرتش از بدنش کشیدن، بالای قمهای همون 50 و 60 درجه عربستان خوابانیدن و در بالای شکم حضرت یک سنگ کلان گذاشتند. روز تا بیگاه همچنان خواب بود. وقتی به نزدش امیه که میرفت آب که میریخت تشنه آب بود، آب در زمین میریخت.
حضرت بلال چی میگفت؟ احد احد، خدا یک و یگانه هست، خدا یک و یگانه هست. امیه هر چی پیشنهاد میکرد قبول نمیکرد. شب میشد تا روز نوکراش فرمان میداد، با زنجیر در پشتش میزدند. حتی میگوید صاحب کتاب میگوید که همون انسانهایی که عذاب میدادند اونها مانده میشدند. سحر با اون زخمهای بر پشت باز در بالای ریگ میخوابانیدند. لیکن احد احد، حضرت از این کلمه پس نگشتند. ابوبکر صدیق این حالت دید، آمد گفت اینا چند تنگه میفروشی؟ گفت 10 تنگه میفروشم. حضرت ابوبکر او را خلاص کردند. امیه ابن خلف گفت، ابوبکر گفت عقلش خورده است، اگر 1 تنگه میگفت من سیاه حبشی را میدادم. حضرت ابوبکر گفت اگر تو ای لعنتی، گفت اگر قدر این بلال تو میدانستی 100 تنگه میگفتی به خدا قسم من میخریدمش. لیکن افسوس تو قدر این انسان نمیدانی. برای من هر یک مشکلاتی که به سر هر کدام ما و شما میآید، ما و شما صبر کننده هستیم. ان شاء الله اینها را تحمل میکنیم، در نزد پروردگارمان ما و شما اجر خیلی زیادی را نائل میشویم. چند برادرها، من در یک مکتوب جواب اینها را پس میگردانم، چند برادرها از ما خواهش کردند که در باب نفرهایی که 2 زنه هستند، 3 زنه هستند، در باب همینها، در اطراف اینها کمی صحبت کن. زیرا بسیاری از برادرهای هستند که امروز صاحب 2م زن، 3م زن میشوند، زن اولی که همراه او بود و یا دیگر فراموش میکنند، به او دیگر هیچ توجه ندارند و یا دیگر به او محبت ندارند. برادرای عزیز، خداوند در قرآن به همه ما و شما بندگانش گوشزد میکند. در سوره نساء آیت 2: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. الله امر میکند که هر یک مرد اینجا هر یک مرد همون مردهایی که شرایط داشته باشند، مردهایی که شرایط دارند، الله به اونها میگوید میتوانید که 2 زن، 3 زن، 4 زن در نکاح خود درآورید. این شاید این صحبت مرا اگر مبادا یگان خواهر و یگان زن شنود، شاید دل او درمند شود که این گویم یک بی حرمتی نسبت زنها میشده باشد. لیکن تمام خواهران و تمام مردمی که این صحبت میشنود، شما یقین دانید که سیرزنگی پیش از اسلام هم وجود داشت، فقط حد نداشت. بلکه در وقتی این سحر من یک تفسیر خواندم، بعضی از شخصانی بودن تا 100 زن داشته‌اند، 13 زن، 50 زن، 40 زن میگرفته‌اند. این یک مهربانی پروردگار است که حقوق زنها را برای پایمال نشدنشان، حق زنها را برای بلان برداشتنشان، برای مردها چیکار کرد؟ از 4 زن دیگر زیاد اجازت نداد. زیرا وقت زن اگر 10 تا شد، 20 تا شد، 40 تا شد، اونا دیگر چی است؟ اونا را دیگر هم یک بار مرد استفاده میبرد و دیگر به اونا توجه ندارد. از این خاطر این رحمت پروردگار است که برای مردها تا 4 زن در قرآنش چی گفت؟ حلال گردانی. حتی زنها هم قدر و قیمتشان از زمانی که اسلام پیدا شد از همون زمان دیراب کردند. این آیات های قرآن، چی سوره نساء، چی سوره نحل، برای ما و شما بیان میکند. خداوند در سوره نساء میگوید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. این آیت دلالت میکند که زنها پیش از اسلام قدری نداشته‌اند. خدا میگوید شما ای بندگان من، ای مردها، آن زنهایی را که پدرهای شما گرفتند شما آنها را دیگر نکاح نکنید. چگونه ای که مردم پیشین مادرهای خود نکاح میکردند. این را الله در قرآن گفته ایستاده است که وقتی مرد زن میگرفت، یعنی وقتی که گویم مادر او را وقتی پدرش سر کی میداد، فرزندش را نکاح کردن میگرفت. این یک قانونهای وحشیانه وجود داشت.
یا اینکه سوره نحل اگر ما و شما نظر کنیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ما ساء يحكمون. پروردگار چی میگوید؟ الا ساء ما يحكمون. هر وقتایی که اگر با یکی از شما تولد دختره که خبر میدادن ظل وجهه مسودا، چهره وی سیاه میشد، غمگین میشد. چگونه اینکه امروز بعضی از جوانای ما و شما با آمدن دخترم که غمگین میشوند، زمانهای پیش از اسلام در میگه غمگین میشدن. این پدر چی حکم میکرد؟ یا اینکه زنده به زنده او را برده گور کند، یا اینکه او را با این عار و با این بیناموسی چیکار کند؟ پرورش کند. حضرت قیس ابن عاصم صاحب تفسیر ابن کثیر میگوید 13 دختر خدا به دستش میگوید زیر خاک کردگی است. صاحب کتاب باز میگوید حضرت دحیه کلبی 70 دختر خدا در زیر خاک کردگی است. اینا همش موضوعی بودن که قدر زن بعد اسلام پیدا شد. از این خاطر 4 زن در امر کردن پروردگار این به حرمتی نسبت زنها نیست. این حکمت هم دارد. بینن امروز حتی که حساب عماری قطعی، همین حسابایی که در تاجیکستان ما میکنن، میگوین 60% مرد است و 40% زن است. تصور کنید که 20% زنها به شوهر میمانند. اینا چیکار میکنند؟ امروز مردم غرب یعنی مردم اروپا خواستن که همین یعنی بسیار زنگی را پیش گیرند، لیکن این بی حیایی و فاحشگی و زنا را در مردم غرب تماشا کنید. یعنی این همه وقت به ضرر جمعیت حل می شود. بودن 2 زن یا 3 زن برای مرد گناهی نیست، لیکن برادرای عزیز در دوام این آیت الله چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پس اگر شما ای مردها قوت 2 زنگی ندارین، 3 زنگی را ندارین، 4 زنگی ندارین، با یک تش کفایت کنین. شما حقوق زنها را پایمال نکنین. اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. پیغمبر میگه هر وقتایی که اگر مرد 2 زن داشته باشد لیکن در بین این 2 زن عدالت نکند، اگر اینها را خوب با اینها معامله نکند، اینها را از لباس تأمین نکند، از خوراک تأمین نکند، با اینها سخن خوب نگوید، این حالت در روز قیامت با یک طرف قاق شده از قبرش بیدار می شود. باید که البته حقوق زنها باید پایمال نشود. باید ما و شما با قدری اگر زن دویم هم که گیریم، من نمیدانم به قانونهای حاضرت چگونه باشد، لیکن اگر زن دویم هم که گرفتید شما اگر مادامی که ناپسندی کردید و همه مهر و همه گویم تصورات خودتان به زن دویم حواله کنین، زن یکم محروم کنین، این حالت شما گناهگار هستید. شما این حالت در گناهگار هستید. بعضی برادرها امروز خبرهاش می آیند زن دویم هم میگیرد، برای او خانه آماده نمیکنند، یک جا کوارتیرم برده میشینانش. زن دویم، زن سوم هم در کوارتیر نشستگی است. اگر شما تصور کنید که وقتی همون زن دویم یا سومی که ما و شما میگیریم، اگر همون خواهر ما و شما باشد، صاحب 4-5 فرزند شود، وای در یک کوارتیر هم گیم، در یک خانه مرد یک آدم بیگانه زندگی دارد، اگر مبادای همین مرد از دنیا گذرد، این خواهر من باشد، این علاقه درد سر من می شود. وای خانه ندارد، باز من مجبور می شوم که برای زن این انسان چیکار کنم؟ قرض کنم یا تواضع کنم یا یک جا رفتم مثال انسانها را آورده کرایه برای خانه اندازم. این درست نمی شود. هر انسانی که برای زن دویم می خواهد باید او را برای خانه و برای شرایط آماده کند تا که فردا او درد سری باز برادر و فرزند و پدر و مادر او نشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.